سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. خوشحالم که دوباره اومدیم به کانال من سینا هم توی هلند هستم و امروز دوباره یکی از نکات مربوط به پیدا کردن کار توی هلند رو خواستم بهتون بگم. این ویدیو لزوما برای کسایی که توی ایران هستن نیست، میتونه برای عزیزانی باشه که توی هلند هستن و دنبال کار میگردن یا در اروپا هستن توی هلند دنبال کار میگردن. پس یادتون باشه که نکاتی که میگم لزوما برای کسایی که توی ایران هستن نیست، البته که اونا هم میتونن استفاده کنن. نکته اولی که میخواستم بهتون بگم اینه که ببینید فارغ از این که شما چقدر کوالیفیکیشن دارین، یعنی چقدر اطلاعات دارین، چقدر درس خوندین، مطمئنم کلی کار کردین یا رزومه خوبی دارین، یعنی اینا سر جای خودش. نکته‌ای که در خصوص پیدا کردن کار باید واقعا بهش اهمیت بدین اینه که ادامه بدین. ببینید یه وقتایی هست شما میرین توی بازار کار میگردین، بعد همش ریجکت میشه. این یه چیز خیلی طبیعیه. پیدا کردن کار فقط برای ایرانی ها سخت نیست، فقط برای غیر اروپایی ها سخت نیست، برای حتی کسایی که خودشون اینجا زندگی کردن یا بزرگ شدن هم همین مشکلات هست. منتها فرقشون این هست که بعضیا اونایی که واقعا میارن و موفق میشن، فرقشون با بقیه اینه که پیگیرن، یعنی با یه بار، دو بار، 100 بار شکست خوردن دست نمیکشن. این رو خواهش میکنم ازتون. میدونم که خیلی سخته، میدونم ناامیدی داره، میدونم این شکست خوردن ها دلتون میشکنه و ناامید میشین، من همه اینا رو درک میکنم. اما برد واقعا با کسیه که دست نمیکشه، یعنی گیواب نمیکنه. میدونید چی میگم؟ این نکته خیلی مهم هست. و نکته دوم که باز از اون هم مهمتره، اینو خواستم توی این ویدیو بهتون بگم. بچه‌ها سعی کنین که ارتباطتون رو با کسایی که ریجکتتون میکنن حفظ کنین. یعنی چی؟ یعنی میدونم مثلا اپلای که میکنین، مثلا طرف یه ویدیو ایمیل از پیش تعریف شده ای که هیچ وقت کاستومایز نشده برای شما، اسم شما به صورت خودکار میره اونجا میفرسته، میگه از این که نمیدونم تلاش کردین برای این مثلا پوزیشن اپلای کردین، ممنونیم، مثلا یه کس دیگه رو انتخاب کردین. این یه طرف. ولی کاری که شما میتونین بکنین و خیلی مفیده براتون این هست که با همون آدمایی که ریجکتتون کردن ایمیل بزنید. اگر واقعا تلفن زدین و در ارتباط بودین که چه بهتر، چون ببینین شرکتی که یک پوزیشنی رو باز میکنه و یک کسی رو براش میگیره که اون کس شما نیستین، این به این معنا نیست که اون پوزیشن برای همیشه تعطیل شد و دیگه باز نمیشه. خب کاری که شما میتونید بکنید اینه که با اون شرکت در تماس باشین یا با اون HRی که مسئول پذیرش یا نگاه کردن رزومه ها هست در ارتباط باشین. به این که مثلا من متوجه شدم که قبول نشدم یا چه جاهای دیگه ای توی شرکتتون هست، من این کوالیفیکیشن ها دارم، این رزومه هم هست، متوجه شدم که قبول نشدم. یا دنبال این بگردید که مثلا دلیل این که شما پذیرفته نشدین چی بوده، که احتمالاً این هست که یه کسی بهتری از شما اونجا بوده. اینو قبول، ولی بگید که آقا من آماده شرکت کردن توی پوزیشن بعدی هستم، یا باهاشون در ارتباط باشین. میگید که آقا برفرض آیا شما از شرکت‌هایی که رقیب شما هستن میدونین که آیا باز به همین پوزیشن یا همچین آدمی نیاز دارن یا نه. در کل سرتون رو درد نیارم، منظورم اینه که یک، خودتون رو نبازین، 100 بار اگر شکست خوردین بار 101 بلند شین. دو، ارتباطتون رو با کسایی که باهاشون میرین دنبال کار قطع نکنین. امیدوارم که بتونین به هدفتون برسید.